در کنار دجله سلطان بایزید بود روزی فارغ از خیل مرید. ناگه آوازی ز عرش کبریا خورد بر گوشش که ای شیخ ریا، میل آن داری که بنمایم به خلق آنچه پنهان کرده ای در زیر دلق؟ تا خلایق جمله آزارت کنند سنگ باران بر سر دارت کنند. گفت یا رب میل آن داری تو هم، شمه ای از رحمتت سازم رقم. تا که خلقان از پرستش کم کنند وز نماز و روزه و حج رم کنند. پس ندا آمد که ای شیخ فطن، نی ز ما و نی ز تو رو دم مزن.